سلام بچه‌ها، امیدوارم از کانال ما راضی باشید. امروز از بابام خواستم تا منو به پارک محل ببره. آخه خیلی وقته که قول داده ببره، ولی به خاطر کارش نمیشد. بالاخره امروز مرخصی بود، به قولش عمل کرد. خوب امروز حسابی خوشحالم که تونستم به پارک بیام. از پدرم ممنونم که منو آورد. خلاصه شروع کردم به بازی کردن. در حال بازی کردن بودم که خوردم زمین و حسابی پاهام درد گرفت، ولی خودم کنترل کردم که گریه نکنم. ولی بابا و مامان حسابی ناراحت شدن. خوب اتفاقی بود که افتاده. خلاصه بابام بلندم کرد و برد پیش مامانم روی نیمکت پارک. یکم بهتر شدم، برگشتم به بازی کردن. و بابام رفت دنبال داداش بزرگم از مدرسه. بیار راستی بهتون بگم، منو داداشم 10 تفاوت سنی داریم بگذاریم. بابام داداشم از مدرسه آورد توی پارک نشست روی نیمکت پیش مامانم تا من ادامه بازیم بکنم. منو حسابی دیگه بازی کردم و خسته شدم. و پدر و مادر و داداشم ازم خواستن که بیا بریم خونه من، با اینکه یه خسته شده بودم، ولی باز دلم نمیخواست برم خونه. خلاصه رفتیم خونه. واینم از پارک اومدن. من گفتم به اشتراک بذارم با شما. ممنونم تا آخر کلیپ با من بودید. از اینکه کانال ما رو حمایت میکنید ممنونم. دوست دارم. محمد رضا 2 ساله از قم.